دوستان سلام. اگه صدا و تصویر من دارین بگید تا شروع کنیم. خب صدا و تصویر هست. خب شروع کنیم. دوستان از لایو دفعه پیشی که ما در مورد منابع آزمون آیسین رفتیم، اولاشو 1 ماه پیش بود، 1-2 ماه پیش بود. کسیتون بود تو اون لایو؟ میخوام ببینم چه جوری بود، اونا رو یادتون هستن چی بودین تو اون لایو، یا یه اشاراتی به اون چیزایی هم که قبل گفتیم دوباره داشته باشیم. نبودید؟ خب ما جلسه لایوی که بودن 1 ماه خورده پیش داشتیم در خصوص منابع آزمون یه صحبتایی کردیم. حالا این دفعه هم یه مقدار در موردش صحبت میکنیم، ولی محوریت و ته داستان بیشتر میذاریم سراغ سوالای شما. من اگه خواستید میکروفونتون فعال میکنم، سوال داشتید بهتر بتونم راهنماییتون بکنم. سوالای شما بعضی وقتا سوالای خیلی دیگه هم هست، به همین خاطر میتونه خیلی مثبت ثمر باشه. بریم سراغ پاورپوینت رو من براتون باز بکنم. اوکی. کلا در مورد منابع آزمونی که ما میخوایم با هم دیگه امروز صحبت بکنیم، من قبلا هم بهش اشاره کرده بودم، حالا بازم در موردش صحبت میکنیم. اینه که بسته به نمره‌ای که شما دارید، خب به هر حال همه اساتید زبان متحد القول بر این باورن که شما اول باید بیسیک زبانی درست حسابی داشته باشین که بعد شروع به آیاس بکنید. و من یکی از کسایی هستم که خیلی مخالف این ایده هستم که شما بیاین اولین ترم تحصیلی خودتون برای آموزش زبان، یادگیری زبان رو از طریق کلاس های آیلتس شروع بکنید. یعنی نمیدونم، بعضی مؤسسات هستن که نمیدونم پری آیلتس 1 2 3 4 10 تا پری آیلتس میذارن و یه فاینال آیلتس آخر دوره و به شما میگن که خب این امتحان بدین. و معمولا هم تو شرایط مختلف نشون داده شده که زیاد نتیجه به درد بخوری در نیامده از این قضايا. به همین خاطر من کلا با چیزایی که هی به اسم پری آیلتس جیب بچه‌ها رو خالی میکنه موافق نیستم. سر همین قضیه من پیشنهادم اینه که شما اول یه بیسیک زبانی خوبی، یا حالا به طور خودآموز اگه توانایی خودآموز خوندن رو دارید، انجام بدید و یا کلاس برید. چه کتابی میتونه کمک کننده باشه براتون؟ خب کلا نظر من کتاب‌هایی هستش که لهجه بریتانیایی داره. خب اونا خیلی بیشتر میتونه شما رو به مقصدتون نزدیک بکنه. یه سری کتاب وجود داره، مثال میگم مثلا تاپ ناچ، اوکی، تاچ استون، تاپ ناچ. اینها کتابایی هستن که واقعا مغز کتابشون خیلی کمه، یعنی زیاد مغز نداره، همچنین عمق زیادی برای کار نداره. در این حال که برای قضیه اسپیکینگ میتونه خیلی کمک کننده باشه براتون، ولی واقعا یه وید یا یه جای خالی برای لیسنینگ و ریدینگ شما در اکثریت اوقات میذاره و شما رو تو اون قضايا نمیتونه به یه حد درست حسابی برسونه. من پیشنهادم کلا زیاد تعصب خاصی روی کتاب خاصی ندارم، ولی چند سال گذشته‌ای که معمولا کلاس های جنرال اگه داشته باشم کار میکنم با بچه‌ها، معمولا کتاب سولوشن رو کار میکنم. دلیل اصلیش هم به خاطر بریتانیایی بودنشه. انتشارات آکسفورد منتشرش کرده. علاوه بر اون امریکن انگلیش فایل هم کار میکنم. تفاوتی هست که شما مثلا برید توی انتشارات مختلف بخواید کتاب امریکن انگلیش فایل رو بخرید در 2 لول مختلف، در 2 ژانر مختلف. یعنی یه دونه امریکن انگلیش فایل وجود داره و یه دونه انگلیش فایل وجود داره. امریکن لهجه بریتانیا، امریکن انگلیش فایل خالی اگه روی کتاب نوشته باشه لهجه بریتانیایی داره و یک سری تنوع‌هایی توی کلمات وجود داره، تفاوت‌هایی توی کلماتش وجود داره که خب بریتیش‌ها مثلا یه سری تفاوت‌هایی دارن با امریکن. در همین حد ولی کلیت کتاب کاملا یکسانه. انتشارات هر دو آکسفورد هستن، بیشتر فقط لهجه امریکن و بریتیشش فرق میکنه. به همین خاطر هم کتابای 5 جدی امریکن انگلیش فایل که من میگم پیشنهادم انگلیش فایل هست نه امریکن انگلیش فایل، هم کتاب‌های سولوشن، 2 تا مرجع خوب میتونه باشه برای اینکه شما لول زبانی خودتون رو ببرینش بالا. اینکه کی شروع بکنید به آیلتس، پیشنهاد من اینه که حداقل 3 تا دونه از این کتابا خونده بشه. یعنی منظورم از استارتر، حالا استارتر هم که انگلیش فایل در نظر نگیرید، کتاب 1 2 3 حداقل نظر من اینه که خونده بشه تا شما به حد اینترمدییتی برسید
کتاب سوم یه جورایی هست که مثلا بین اینترمدیت و آپر اینترمدیت هست. 4 آپر اینترمدیت و 5 به گفته خودش صدا مشکل داره. صدای من مشکل داره، صدام کمه، بگین تا گینم رو زیاد کنم. نمیشنوی صدامو؟ صدا اگه مشکل داره یا تصویر بگید تا حلش کنم. اوکی. الان اوکی شد که انشالله همینجوری بمونه. میگم حداقل پیشنهاد من اینه که 3 جلد اول کتاب شما خونده باشید تا کتاب سوم و بعد سویش بکنید روی امتحان آیلتس. در خصوص اینکه شما هر کدوم از اسکیلاتون به چه شکلی هست میتونید کتاب‌های مختلفی کار بکنید، ولی کلا حالا ما برای قضیه خود آیلتس که بخوام کلا اساتید کار بکنن، قبلا تو سال 2010 2011 کتابای کامپلیت آیلتس منتشر شد، مال کتابای مال انتشارات کمبریج. یه نکته هست که من باید بهتون بگم، ما کلا در تمامی کلا آزمون آیلتس تمام منابعی که خود کمبریج منتشر میکنه به عنوان مجری آزمون، ما همیشه سعی میکنیم که اونا بیشتر کار بکنیم. به همین خاطر کتاب کامپلیت آیلتس که در چند سطح مختلف کلا منتشر شده که اگه اشتباه نکنم بین 5 تا 6 تا 6 و نیم و 6 و نیم تا 7 و نیم، این سه کتاب جزو مرجع‌های اصلی بود قبلا که بچه‌ها خیلی کار می‌کردن و میتونستن نتیجه بگیرن. بعد از اون سال 2016 اگه اشتباه نکنم کتاب مایندست منتشر شد که خب خیلی از اساتید کلا سویچ کردن به کتاب مایندست و از یه سری جهات به نظر من واقعا خیلی خوب بود، میتونست خیلی بهتر کمک کنه به بچه‌ها. ولی خب هنوز بازم یه قسمت‌هایی، یه ساب اسکیلایی وجود داشت که بچه‌ها ضعف دارن توش و نیاز بود که خب یه سری کتاب‌های مکملی کار بشه تا اون خلاهاشون پر بشه. در خصوص گرامر، خب ببینید شما در حین اینکه شما امریکن انگلیش فایل یا حالا انگلیش فایل یا سولوشن چه خودآموز چه با کلاس، که حالا پیشنهاد با کلاسه ولی حالا اگه پتانسیل خودآموز و سلف استادی دارین رو خودتون انجام میدین، شاید گرامر مسلماً به عنوان یک کتاب مکمل نیاز پیدا خواهید کرد. کتاب هایی که معمولاً من خودم به شخص کار میکنم، کتاب های بتی ایزار هست که تو ایران معمولاً به بتی آذر میشناسندش. دوستمون گفته که صدا قطع و وصل میشه، نمیدونم اینترنت خودشون مشکل داره یا اینترنت من مشکل داره، چون فقط هم ایشون میگن قطع میشه. نمیدونم بقیه هم همچین مشکلی رو دارن یا نه، اگه بگین ممنون میشم. خیر یعنی خوبه یا خیر بده؟ چجوریه؟ خوبه. پس دوستمون اگه بیاد یه بار آفلاین بشه، 2 مرتبه وصل بشه، فکر کنم مشکلشون حل بشه. من این 3 جلدی یک انگلیش گرامر بیسیک رو کار میکنم خودم. کتابای اول دومش خیلی میتونید راحت خودتون کامل خودآموز انجامش بدین. بیسیک انگلیش گرامر و فاندامنتال انگلیش گرامر کتابی که میتونه هر دو بهتون کمک بکنه. ولی خب چیزی که در خور آیلتس باشه و بتونه واقعا تو سطح آیلتس بهتون کمک بکنه، کتاب سومش هست که انگلیش گرامر فورث ادیشن، حالا فیفتش هم فکر کنم اومده، فیفت ادیشن بتی ایزار که در اصطلاح بتی آذر هست رو معمولا کار میکنن بچه‌ها، میتونه خیلی کمک کننده باشه. یه مقدار کتاب قطوره، اولش 450 500 صفحه قطر کتاب، مطالب کامل گفته شده توش. یعنی یکی از مزیتایی که کتاب بتی ایزار داره اینه که تمام گرامرها رو سعی کرده برای شما اکتیو بکنه. خب ولی در خصوص کتاب هایی که وجود داره، حالا من کتاب گرامر فور آیلتس رو نیاوردم حالا چون در موردش دفعه پیش کاملا توضیح دادم و کلا هم به این بنایی که ما هر هفته سعی کنیم یک ساب اسکیل آیلتس رو، مثلا vocabulary for IELTS، grammar for IELTS، هر ساب اسکیل رو بیام جداگونه یک لایو یا یک وبیناری رو با هم دیگه داشته باشیم که من بتونم به جزئیات تمام در خصوص نوشته خوندن گرامرهایی که به درد رایتینگتون میتونه بخوره، که نمیدونم وکابولری ها رو چجوری باید استفاده کنین، کار بکنین، بخونین، پیاده سازی بکنید، اینا رو سعی می‌کنیم تو لایو های جداگانه‌ای بررسی بکنیم. به همین خاطر شاید امروز یک مقدار کلیت گفته بشه و بعدم آخر وبینارمون در مورد سوالای شما پاسخ دهی بشه.
به خاطر اگه یک سری چیزا رو کوتاه جواب دادم، مطمئن باشین که در هفته‌های آینده در گرامر مثلا وبینار گرامر فور آیلتس، وبینار وکابولری فور آیلتس، اینا رو به کامل در موردش صحبت میکنم. ولی کتاب گرامر فور آیلتس که جزء یکی از کتاب‌های اصلی هست، حالا من عکس کتاب گرامر فور آیلتس رو نیاوردم متاسفانه توی این پاورپوینت، جزء کتاب‌های اصلی حساب میشه. دلیلش رو توی لایو هفته آینده بهتون میگم که چرا واقعا گرامر فور آیلتس که همه اساتیدم تدریسش میکنن چرا واقعا اینقدر متمایزه. اینو به طور مفصل لایو هفته آینده در موردش صحبت میکنیم. در خصوص کلمات معمولا اساتید کتاب‌های آکسفورد ورد اسکیل رو پیشنهاد میکنن. کتاب دسته جلد بیسیک، اینترمدییت و ادوانسد هست. دو جلد اولش خب خیلی میتونه کمکتون بکنه، جزو اون چیزایی که به نظر من حتما باید مطالعه بشه. ولی کتاب سومش که آکسفورد ورد اسکیل ادوانسد هست خیلی کلماش زیاد کاربرد نداره. یعنی مثلا فکر کنید شما تو یک صفحه 12 تا انواع و اقسام صدای حیوانات رو مثلا اومده گفته. صدای الاغ میشه بری، نمیدونم صدای شیهه اسب میشه نی. اینا تمام اینا اومده به جزئیات گفته که خب به نظر من میتونه کمکتون بکنه. ولی فرض کنید شما بعد نمیدونم یه بازه زمانی خیلی طولانی بخواید امتحان آیلتس بدید، اگه بازه زمانیتون خیلی دوره، پیشنهاد من ادوانسش هم هست بخونید، خوبه، بهتون کمک میتونه بکنه. در خصوص مهارت لیسنینگ پیشنهادی که میشه، اگه دیدید شما بعد اون کسی که به شما زبان رو آموزش میده، یعنی به عنوان استادی که داره با شما کار میکنه، اگه دید تشخیص داد، شما ازش بپرسید همیشه. مثلا بگید که آقای مثلا ایکس، خانم ایگرگ، من اگه مثلا لول کتاب مثلا جلد دوم امریکن انگلیش فایل هم آبیه هستم که پری اینترمدییت هست، من اگه کتاب در سطح پری اینترمدییت باشه، من لیسنینگ، اسپیکینگ، ریدینگ، کلا 4 مهارتم، رایتینگش که خب یک مقدار مشخص نمیشه حقیقتا. ولی توی قضیه لیسنینگ و ریدینگ از مدرستون بپرسین که لول شما در چه سطحیه و واقعا به سطح کتاب میخوره یا به سطح کتاب نمیخوره. اگه این جواب شما خیر بود که یعنی نمیخوره به سطح کتاب، من بهتون پیشنهاد میکنم که به طور ساب اسکیل بیاین و اساس اون نیازتون کتاب برای لیسنینگ تهیه بکنید و لیسنینگ کار بکنید. یکی از اون کتابایی که میتونه خیلی کمکتون بکنه کتابای ریل هست، ریل لیسنینگ و اسپیکینگ. اگه شما نفهمم کتاب مال انتشار کمبریج هست. جلد اولش خیلی ساده و ابتداییه، زیاد در حد مثلا مکالمه‌های خیلی روزمره خیلی ساده، زیاد پیشنهاد نمیشه. از جلد دوم به بعدش یه مقدار وجودیت پیدا میکنه، یعنی اصلا کلا وارد میدون میشه. کتاب 2، 3 و 4ش میتونه کمک کننده باشه براتون. و دلیلی هم که این کتاب پیشنهاد میشه لهجه بریتانیاییشه و با لهجه بریتیش شما کامل میتونید آشنا بشین و خیلی میتونه کمک کننده باشه. کنارش بچه‌ها معمولا کتاب‌های تاکتیکس فور لیسنینگ جک ریچارد رو میخونن. خب اونا امریکن هست، اونا 3 جلده، اونا مسلماً کتابای بدی نیست برای ابتدای امر اگه لیسنینگتون ضعف داره. در حد مثلا زیر آپر اینترمدییت، زیر اینتر، حداقل دیگه میتونم بگم کتاب‌های تاکتیک تا اینترمدییت رو میتونه ساپورتتون میکنه، ولی بالاتر از اینترمدییت اصلا کلا سطحش نمیخوره. اونا رو میتونین کار بکنید، ولی من ریلا رو به خاطر بریتیش اکسنتش ترجیح میدم. علاوه بر اون، حالا اگه مثلا مدرستون به شما گفتش که ریدینگ شما ضعف داره، میتونید برید کتابای اکتیو ریدینگ رو من بهتون پیشنهاد میکنم. کتاب اینسایت هست، اکتیو هست. جزء اون کتابایی که اکتیو من واقعا به نظر من you can kill several birds with just only one stone. چند تا دونه پرنده رو میتونید گنجیش کنید، میتونید با یه دونه تیر بزنید. اوکی، این کتابای اکتیو واقعا کتابای غنی هستن به نظر من و خیلی میتونه بهتون کمک کننده باشه. از این بابت که توی قضیه ریدینگ شما میتونه با تمامی کلمات و وکابولری‌های خیلی ادوانس و اکادمیک آشناتون بکنه و در تاپیک های مثلا تاپیک فشن داره. یونیت اول مثلا فکر کنید کتاب اکتیو 3 در خصوص فشن هست. تمام کلماتی که اومده در مثلا در مورد فشن یه تکسی داده و کلمات کالوکیشن هایی که برای فشن میتونه استفاده بشه رو کاملا توی کانتکست اکادمیک اومده تدریس کرده. سر همین قضیه به نظر من علاوه بر اینکه شما رو میتونه توی ریدینگ کامپریهنشن خیلی قویتون بکنه، میتونه برای کلمات وکابولریتون هم خیلی کمک کننده باشه و همچنین چون میتونید بعدش لیسنینگ رو پلی بکنید و گوش کنید از روی متنش خونده میشه، تمام مشکلات تلفظی خودتون چه از لول پایین اینتروش که همون کتاب قهوه‌ای رنگ سمت چپ بالا میشه تا کتاب آخر ادوانس 4ش، از لحاظ مشکلات پرونانسییشن کامل مشکلاتتون رو حل میکنه. اوکی،
سر همین قضیه خیلی میتونه بهتون کمک کننده باشه. بهتون پیشنهاد اکید میکنم که هر کتابی میخونید، چه امریکن انگلیش و چه سولوشن، کتابای اکتیو اصلا فراموش نکنید، چون چند تا کار همزمان هم میتونه وکب قوی کنه، لیسنینگ میتونه قوی کنه و ریدینگ. سه تا دونه مهارت اصلی شما میتونه به نظر من قوی بکنه. هم رایتینگ، به نظر من شما کالکیشن های مثلا در خصوص مبحث فشن رو، اوکی، بیاد یادداشت بکنید، نوت تیکینگ رو انجام بدید، اینا رو برای خودتون یه گنجینه‌ای درست بکنید. همینا رو میتونید شما توی بحث رایتینگ ازش استفاده کنید توی تسک 2 رایتینگ آیلتس. خیلی میشه کمک کننده باشه. در خصوص وکابولری من گفتم در لایف های بعدی، در وبینار بعدی در مورد وکابولری کامل صحبت میکنیم، چه جوری بخونیم، چه کتابایی بخونیم، چه نوع وکابولری مختلفی ما داریم. ما دو دسته وکابولری داریم. مثل وکابولری داریم که مثلا شما میرین امتحان جی آر ای میدین یا امتحان کنکور میدین، یه سری سوالات داره که شما آخر کافیه که اون کلمه رو دیده باشید، حفظ کرده باشید، میان تیکشو میزنید و نمرهشو میگیرید. ولی خب بحثی که سر امتحان آیلتس وجود داره چندین مرحله بالاتر از این قضیه باید باشه و چندین قضیه بالاتر از این هست، چرا که شما باید به مرحله‌ای برسونید این کلمات خودتون رو که توی رایتینگ خودتون، چه توی اسپیکینگ خودتون استفاده بکنید. سر همین قضیه باید یه حد بالاتری از کلماتی که شما برای جی آر ای یا برای کلمات کنکور میخوندید رو داشته باشید. من اینا رو به طور کامل مفصل در وبینار بعدی توضیح میدم در خصوص هم vocabulary for IELTS، مثلا کلماتی که توی vocabulary for IELTS وجود داره و کلماتی که توی Barron's essential words for IELTS Barron's وجود داره، کاملا دستشون متفاوته، جنس کلمات متفاوته. من اینو توضیح خواهم داد. کتاب انگلیش کالوکیشن هست که اینم در ان شاء الله لایو vocabulary بهش بحث میکنیم در موردش. همچنین فوکس آن vocabulary داین اشمیت و نوبرت اشمیت، دو اسطوره بزرگ به نظر من زبان که یکی از بهترین کتاب‌های تدریس وکابولری رو برای شما تدوین کردن در 2 جلد 1 و 2. بیجینگ وکابولری خیلی میتونه کمکتون بکنه. من اینو به روش خوندنش رو براتون توی لایو بعدی حتما میگم، لایو بعدی رو از دست ندین. در خصوص منابع آزمون معمولا همونجوری که من بهتون گفتم منابع کمبریج اولین منابع ما حساب میشه. شما جلد 1 تا جلد 15 که فکر کنم یه جلد 1 سال 1995 منتشر شد، جلد 15 که تابستون امسال منتشر شد، یعنی سال 2020، یعنی حدود میشه که 26 سال این کتاب داره منتشر میشه. هر سال سوالای آزمون داره براتون، در 4 تا آزمون اومده شبیه سازی آزمون رو انجام داده و خب برای قضیه لیسنینگ و ریدینگ شما راحت میتونید خودتون رو محک بزنید توی این کتاب‌های کمبریج فور آیلتس. چرا؟ دلیلش اینه که شما میتونید تمام نمیدونم پاسخنامه ها آخر کتاب وجود داره. علاوه بر این مثلا یه تکنیک که وجود داره اینه که شما فقط کافیه که تیتر اون ریدینگ آیلتس مثلا تست 1 کمبریج 4 رو فقط تیتر اون رو گوگل بکنید و بنویسید انالیسیس تحلیلش رو گوگل بکنید. تحلیل‌های زیادی از سایت‌های مختلف براتون میاد که کاملا مثلا گفته که آقا مثلا با کدوم خط ما جواب مثلا شماره 2 سوال نمیدونم true false not given رو دادیم، اوکی. و اگه شما دچار مشکل هستید، چون پاسخنامه آخر کتاب کاملا کلیدیه، شاید نتونید متوجه بشین که غلطاتون کجا هست، این گوگل کردن تیتر ریدینگ ها میتونه توی پیدا کردن تحلیلش توی اینترنت خیلی بهتون کمک کننده باشه. ولی خب در خصوص رایتینگ و اسپیکینگ خب بحثی که وجود داره اینه که یک خلایی وجود داره، چون شما چجوری میخواین اسپیکینگتون رو محک بزنید یا رایتینگتون رو محک بزنید و اگه مثلا ظرفی داره تقویتش بکنید. ما کاری که اومدیم مثلا توی 1 سال گذشته با اسست آنلاین انجام دادیم، کمبریج 8 تا کمبریج 15 که حدودا فکر کنم چند تا میشه 6 تا کمبریج میشه، بیشتر 6 تا میشه، اومدیم 8 تا میشه، 8 تا کمبریج رو اومدیم شبیه سازی کردیم کاملا به طور مفصل در خصوص پاسخ‌های 4 تا آزمون هر کمبریج. مثلا کمبریج 8 4 تا آزمون داره، کمبریج 9 4 تا آزمون داره، یعنی از کمبریج 8 تا کمبریج 15 ما 32 آزمون مختلف داریم و تمامی این آزمون‌های اسپیکینگش رو پارت 1 پارت 2 پارت 3 رو من به طور مفصل اومدم براش جواب نوشتم. جوابایی که من نوشتم در سطح آیلتس 7.5 به بالا هست و به طوری اومدم تمام این سوالا رو طراحی کردم، جوابایی براش نوشتم که هم تاپیک ریلیتد وکابولری داشته باشه، هم گرامر های ادوانس خوبی داشته باشه. و نکته متمایز کننده این مجموعه که حالا ما آقای دکتر رحمانی به عنوان
مدیر مؤسسه اسست آنلاین با هم دیگه کار کردیم اینه که شبیه سازی کامل شرایط آزمون رو داره و اومده مثلا توی کلا محیط اگزمینر اگزمینی جلوی هم قرار داده هم دیگر رو یک امتحانی برگزار میشه و بعدش هم توی که کلا یک جلسه جداگانه تمامی کلمات استراکچر ها نوت تیکینگ ها چجوری نوت بنویسیم توی پارت 2 کیو کارت تمام اینا به طور مفصل حالا تدریس شده. حالا پکیج اسپیکینگ حدودش یک هفته پیش آماده شد به طور هفتگی بارگذاری میشه توی سایت اساتید آنلاین. الان هم تخفیف داره فکر کنم میتونید بخرید ببینم تخفیف 50% داره. یه قسمتیش رو بچه‌ها برای من آپلود کردن از ادیت نهایی مجموعه اگه بتونم پیداش بکنم براتون فکر کنم خوب باشه که دقیقاً ما اینجا چی کار اومدیم کردیم توی مجموعه. بذارم ببینم پیداش میکنم از فایل هایی که آپلود شده اینه. How often do you make telephone calls? Well, honestly speaking, I'm not fond of making phone calls, but these days, mainly because of my job, I'm required to talk long hours on the phone with my clients. But aside from that, I usually text my friends as it is a lot more time-saving and convenient. Who do you spend most time talking to on the phone? As I said earlier, I do business with different parts of the world, so it is generally my clients to whom I talk over the phone. But I also talk to my mother on a regular basis as she lives far from me and I hardly can pay her visits, so telephone is the one and only option. خب تو اینجا مثلا سعی شده که تمامی شرایط آزمون که مثلا اگزمینر جلوی شما به ساعت خودش نگاه میکنه و طرز برخورد اگزمینر با شما اینکه اول کار مثلا از شما پاسپورت میخواد به چه شکلی هست اینا تماما توضیح داده شده و بعد اینکه این شبیه سازی آزمون انجام شد در پارت های جداگانه مثلا کردم تمامی نکات این قضیه رو تدریس بکنم. مثلا این پارت یک تدریس هست بعد از emojis, this is not an issue anymore. دوستان سلام، وقتتون بخیر. امروز با سومین آزمون از کمبریج نوت در خدمتتون هست. خب بدون هیچ صحبتی میریم سراغ پارت 1. اولین سوالی که اگزمینر پرسیده How often do you make phone calls? Why or why not؟ یه نکته‌ای که من الان به ذهنم رسید اینه که شما توی سوال‌های آزمون آیلتس این why or why not رو ازتون مسلماً نمیپرسه، فقط ازتون میپرسه که How often do you make telephone calls؟ در همین حد. پس این شما پس در جواب نمیاین بگین که I make it quite often، در همین حد نمیتونین جواب رو نگه دارید. این why و why not رو خودتون پیش‌فرض by default داشته باشید که بخواید بیشتر در موردش صحبت بکنید. پس اینجا در جواب گفته که honestly speaking I'm not really fond of making phone calls. علاوه بر اینکه تمام کلمات تدریس میشه بعدش هم مثلا توی پارت 2 من تمام نکات نوت تیکینگ رو کامل کار کردم که شما چجوری نوت تیکینگ رو انجام بدین، گرامرهای پیشرفته‌ای مثلا ریداکشن ها، اینورژن ها، کاندیشنال ها چجوری استفادهش بکنیم، اینا همه رو سعی کردیم توی این مجموعه بگنجونیم. حالا تا اونجایی که تونستیم فکر کنم مجموعه خیلی کاملی بوده و از بابت خیلی جنبه ها به نظر من اصلا هیچ چیزی مثل این کار نشده که بیاد کامل شبیه سازی شرایط آزمون و بعدم توضیحات مربوط به کلمات، نمیدونم ایده ها، چجوری ایده پردازی انجام بدید رو بیاد با این کلیت بیاد در موردش صحبت بکنم. خب بعدش که ما میخوام بریم در مورد منابعی که میتونید شما امتحانات آزمون کمبریج رو بزنید، چند تا منبع دیگه هم وجود داره که من براتون بیارم. یکی از اون منابعی که میتونید استفاده بکنید کتاب‌های آیلتس ترینر هست که توی بازار در 2 جلد 1 و 2 هست، شما میتونید تهیه بکنید و همچنین آیلتس پلاس. در مورد تفاوت اینا من در لایو جداگانه صحبت میکنم که اولویت با چیه، ارجحیت با کدوم از یکی از ایناست، چون یک سری تفاوت‌هایی وجود داره مثلا بین آیلتس ترینر 1 و 2 با وجود این که مال کمبریج هست و
جزء مثلا منابع اصلی حساب میشه برای آزمون زدن، خب یک مقدار غیر استاندارد بودن هایی توی یه سری از قسمتاش وجود داره. مثلا آیلتس ترینر یک واقعا بعضی قسمتاش خیلی سخته و سمت و سوی کتابای 1 تا 15 آیلتس کمبریج فور آیلتس رو نداره. حتی هر چند که انتشارات یکسانه ولی آزمونا به نظر من توی یک سری موارد مثل آیلتس ترینر 1 و 2 سمت و سوی آزمون رو نداره این سری قسمتاش و با وجود اینکه میتونه مرجع خوبی باشه برای آزمون زدن، اصل کار همین که اینجا باشه به نظر من خیلی بهتره. خب حالا در مورد کلیت صحبت کردیم. من کسی میکروفونشو میخواد باز بکنم باز میکنم، یا اگه میخوان تایپ بکنید تایپ بکنید، سوالاتون رو بپرسید که مشکل دارید بحثی دارید صحبت بکنید در موردش که لایو بیشتر در خصوص خودتون باشه. لایو توی گروه براتون هم لایو هم توی پیج اساتید آنلاین هم توی پیج خودم بهتون اطلاع رسانی میکنم. توی پیج اساتید آنلاین رو فالو داشته باشید، اساتید آنلاین، و همچنین پیج خودم آیلتس ویز بهش اشاره میکنم که لایو ما کی هست. احتمالاً هم وبینار در قالب وبینار باشه چون من میتونم اسکرین شیرینگ داشته باشم، به جزئیات وارد قضیه بشم، چون لایو من برگه کتاب رو نمیتونم نشون بدم. سر همین قضیه یک مقدار ضعفایی وجود داره. سلام آقای دکتر، صدای منو دارین؟ سلام، بفرمایید در خدمت. خیلی ممنون آقای دکتر از توضیحات خوبتون، واقعا کمال استفاده رو بردین. فقط میخواستم بگم که در بخش آیلتس حالا مثل تافل یا مثلا مثل دیگه امتحانات عمومی بین‌المللی که هسته، کدوم بخشش زیادتر مهمه؟ درسته مثلا رایتینگ و همه چیزش مهمه، ولی ما بیشتر کدوم بخشش رو بیشتر باید کوشش بکنین با توجه به که مثلا امتحان آیلتس داره نمره میده و اینا، حالا کدوم بخشش بیشتر مهمه و یعنی نمره بیشتر کدوم بخش داره؟ ببینیم بحثی که وجود داره در امتحان آیلتس 4 تا بخش کاملا یکسان است. چه لحاظ شما میگین که بخش بیشتر نمره داره؟ اگه منظورتون از لحاظ اهمیت باشه، برای بچه‌ها اهمیت آیلتس رایتینگ بیشتره چون معمولا دیرتر به نمره دلخواهشون میرسه. سر همین قضیه یک مقدار کلا براشون رایتینگ مهمتره. ولی از لحاظ اسکیل چه بخوام برنامه مهاجرتی مثال اکسپرس انتری کانادا رو بخوام پیش ببرن 3 تا 7 8 میخوان، یعنی شاید اون موقع مثلا نمیدونم لیسنینگ براشون اهمیت بیشتری داشته باشه. بعضی مواقع رایتینگ، خب همین که بگن شما رایتینگ رو تا 7 بیاریدش بالا، یه مقدار کار نسبتا چالنجینگی هست و بسته به خودتون داره. اصلا این سوالی نیست که بخوام کلی بخوام جوابشو بدم. در خصوص انگلیش پاد پرسیدین. انگلیش پاد رو من ندیدم حقیقتا. من بیشتر پادکست هایی که خودم دیدم و کار کردم هم که 6 minutes انگلیش ها بوده که مال خود بی بی سی لرنینگ انگلیش بوده. اونا به نظر من خیلی خوبه. انگلیش پاد رو دیدم ولی اینکه گوش بکنم نه، گوش نکردم. کلا حالا پادکست همه چیش خوبه دیگه، حالا زیاد بخواید ریز بشید به نظر من ترانسکریپتاش که وجود داره. یه بعض مواقع نمیدونم یه سری تمرین‌ها هم بعد پادکست ها معمولا توی فایل پی دی اف جداگانه بهتون داده میشه. سر همین قضیه انگلیش فایل چطور به عنوان پادکست منظورتون یا کتاب انگلیش فایل؟ انگلیش فایل کتابش خب من بهتون گفتم چون بریتیش هست ارجحیت بیشتری داره به نظر من نسبت به برای سلف استادی به نظر من کتابای انگلیش فایل ببینیم کامل به پتانسیل شما بستگی داره. من شخصا خودم رو الان فرض بکنم برسم مثلا اون لولی بودم که میخواستم انگلیش فایل بخونم، حقیقتا خودم تنهایی نمیخونم. من الان خودم دارم مثلا
خلوش چند ماه یه دارم فرانسوی میخونم، واقعا اولش فکر می‌کردم مثلا خودآموز میتونم بخونم چون به هر حال زبان سوم من حساب میشه و به هر حال دیگه یاد گرفتم چجوری زبان بخونم، ولی بعد از این مدت واقعا به این نتیجه رسیدم که نه نمیشه. خیلی صادقانه نه که نشه، یعنی واقعا میشه، یعنی اینقدر متریال توی اینترنت و یوتیوب و همه این چیزا وجود داره که کلا خیلی کار راحت میکنه براتون. مثلا این غیر چیز کاملا غیر قابل ردی آن دینایبله، ولی بحثی که وجود داره اینه که من که میلیون ها ساعت تایم ندارم که، من ساعت‌های مختصری دارم. من میخوام توی بازه نسبتاً حالا کوتاه یک سال خورده‌ای به نمره مثلا توی زبان فرانسوی برسم. چقدر من خودم وقت بذارم صحیح خطا بکنم، ترایل اند ارور بکنم تا ببینم کدوم روش جواب میده؟ نه. ولی کتاب اصلی رو من همیشه پیشنهاد میکنم، مثلا انگلیش فایل توصیه میکنم که مدرس باتون کار بکنه، ولی ساب اسکیلای لیسنینگ ریدینگ اسپیکینگ کامل خودتون میتونید انجام. در مورد زمانبندی مطالعه روزانه توضیح بدید لطفا. زمانبندیتون خب ببینید شما بحثی که وجود داره اینه که کی میخواین امتحان بدید. این خودش خیلی میتونه پروسه متفاوتی باشه و چه نمره‌ای میخوان. من خودم شخصه آدمیم که حوصله‌ام سر میره اگه بخوام یک چیز خاصی رو انجام بدم. یعنی اگه بخوام، بعضیا هستن که دوست دارن کلا نمیدونم رایتینگ رو پروندهش رو جمع بکنن بندازنشون کنار، نمیدونم که ریدینگ رو جمع بکنن بندازنشون کنار، ولی من به شخص خودم اصلا همچین چیزی رو دوست ندارم. دوست دارم همه چی با هم دیگه باشه چون حوصله‌مو سر میبره، خیلی بورینگ و مناتونس میشه، حوصله سر بره. دوست دارم که مثلا رایتینگ رو داشته باشم، نمیدونم اسپیکینگ رو همیشه با مثلا اگزامینرم صحبت کنم، یه شرایط آزمون رو برام شبیه سازی بکنه، بهم فیدبک بده. سر قضیه ریدینگ هر روز یه دونه ریدینگ درست حسابی میزنم. از اون طرف هم که دایره لغت هم رو از کتاب‌های مثلا فوکس آن vocab و خود vocabulary for IELTS تقویت میکنم که بتونم کلیت لول زبانی من بکشونم. به نظرم تافل بهتره یا آیلز؟ نظر من اینه که بستگی کجا میخوایم بریم، چیکار میخوایم بکنیم. اوکی، من خب پیشنهادم از لحاظ اینکه آیلتس، ببینید چیزی که وجود داره، مثلا من خیلی از شاگردانی هم که وجود داره برام اینه که شاگردان میگن مثلا شروع میکنن با فیلد آکادمیک، شروع میکنن میخوان برن مثلا نمیدونم کانادا، اروپا، آیلتس میرن امتحان میدن، بعد از یه مدت حالا نمیدونم فاند بهشون داده نمیشه، رزومهشون خوب نیست، مثلا به فکر مهاجرت دائم اکسپرسینگ توی کانادا یا نمیدونم روش‌های اسکیل ورکر استرالیا میافتن و میخوان شروع بکنن زبان بخونن و خب به هر حال استرالیا شما باید یا 4 تا 8 داشته باشین یا 4 تا 7 تا بتونین نمره درست حسابی بگیرین. توی آیلتس اکسپرسینگ توی کانادا هم 3 تا 7 یه دونه اسکیلای لیسنینگتون باید 8 باشه تا بتونین یه نمره درست حسابی ازتون بگیرید. سر همین قضیه از سویچ میکنن از اکادمیک رایتینگ نمیدونم از آیلتس اکادمیک به آیلتس جنرال و شروع میکنن آیلتس جنرال خوندن، نمرهشون میکشونن بالا برای مهاجرت دائمشون اقدام. ولی خب همچین قضیه‌ای برای تافل وجود نداره دیگه. یعنی شما اگه بخواید تافل بخونید، تافل فقط باید اکادمیک کار بکنید، یعنی فقط توی پس زمینه ذهنتون این باشه که 100% 100% اکادمیک، من میخوام برم دانشگاه درس بخونم، از این بابت فقط باید تافل بخونید و کشورتون هم باید آمریکا شمالی باشه دیگه، حتما یا باید آمریکا باشه، چون آمریکا واقعا من خودم مکاتبه میکردم با اساتید با اینکه مثلا آیس 8 نیم دارم بهشون میگفتن، بازم زیاد به نظر من اوکی نبودن. گفتم که یکیشون حتی به من گفتش که توی دانشگاه A&M تگزاس بود، به من گفتش که can you take IELTS exam, can you take is it possible for you to take the TOEFL exam، در حالی که جزء requirement ها خودشون زده بودن آیس 7 و اینکه تافل میتونی شرکت کنی چیه، یعنی واقعا سوال جالبی بود. آمریکای شمالی حالا کلا خود آمریکا و کلا کانادا، حالا کانادا بین زیاد فرقی نمیکنه چه آیلتس چه تافل، تافل خیلی بهش بهتره. سوال دیگه، سطح بندی در حد امریکن انگلیش فایل 4 هست، در این صورت مثلا در روز رو مطالعه کنی. ببینی این یه چیزیه که من واقعا نمیتونم کمکتون بکنم.
اما ببینم شما تو چه اسکیلی ضعف دارید، تو همون اسکیل بهتون میگم چیکار بکنید. اوکی، من اگه دیدم مثلا اسپیکینگ شما در حد کلاس هست و داره میاد بالا و واقعا اوکیین، بعد چی بگم مثلا این جداگونه مثلا اسپیکینگ کار بکنید. اوکی، داره در حد کلاس میاد بالا، خب سر همین قضیه اصلا به نظر من کار درسته نیست. ولی این که بخواین همه مهارت‌ها رو با هم کار بکنین پیشنهاد نمی‌کنم. یه سوالیه که نمیشه سوال جواب کلی بهش داد. این دقیقاً من باید به عنوان از مدرستون بخواین، حالا نمیدونم، حالا اگه دارین با مدرسی کار می‌کنین که بتونید دقیقاً برنامه راه بده که آقا من خودم به شاگردام همیشه برنامه راه میدم که آقا مثلا شما که الان سطح زبانت این حده و می‌خوای همچین آیاسی رو بگیری به عنوان بند اسکور مورد علاقت، توی قضیه لیسنینگ ضعف داری، بهش مثلا اسایمنت هایی میدم که آقا تو امروز علاوه بر درس کتابمون اینو برای لیسنینگت کار بکن، اینو برای ریدینگت کار بکن و ازش میخوام که مثلا جلسه آینده این کارو برای من انجام بده. ولی اینکه بخوام به طور کلی به شما بگم 4 تا اسکیل هر روز کار بکنین، اصلا همچین کاری نمیکنم، چون واقعا دلیل نداره 4 تا اسکیل هر روز یه مقدار یه چیز فضای در هم بر هم به درد نخور میشه. شاید چند روز قبل توی کارگاه دیگه میگفتن فرق نداره آیاس یا تافل. یعنی چی فرق نداره؟ از چه لحاظ فرق نداره؟ از چه لحاظ؟ از لحاظ نمره مثلا نمیدونم کلی، مثلا شما میگین که تافل 100 با نمیدونم آیاس 7 فرق نداره. خب بله فرق نداره. ولی اینکه من همین آیاس 7 رو، من دختر خالم آیاس 7 داشت، برای چند تا دانشگاه تو آمریکا انجام داد، نمیدونم پذیرشش کاملا اوکی بود، ولی واقعا اوکی نبودن خود استاد و نمیدونم ادمیشن کامیتی، مجبور شد آیاس 7 رو بذاره کنار. واقعا میگم واقعیته، رفت یه دونه تافل 115 داد. امتحان تافلش بهتر شد، البته یه مقدار مطالعاتش بیشتر هم بود، ولی رفت تافل 115 شد و پذیرشش هم گرفت. آمریکای شمالی به خصوص آمریکا، خود آمریکا، من پیشنهادم تافل هم ارز میشه. بله مسلما هم ارز میشه آیاس تا تافل، ولی خب بحثی وجود داره اگه پلن شما یه روزی خاص سویش بکنه روی مهاجرت دائم، این هم ارز نمیشه. چون مهاجرت دائم فقط شما میتونه آیلتس بدی. تافل اصلا به درد مهاجرت دائم نمیخوره، به درد برنامه‌های اسکیل ورکر پی آر پرمننت رزیدنسی نمیشه، اصلا به درد نمیخوره دیگه. فقط شما باید یه آیلتس نمره بیاری. خب دوستان اگه سوال ندارین ما این وبینار امروز رو تمومش بکنیم تا جلسه آینده که من توی پیج اساتید آنلاین و هم پیج خودم بهتون اطلاع رسانی میکنیم که کی هست لایو وبینار وکابولری، یا حالا وکابولری رو اول میذاریم بعد گرامر بعد منابع، احتمالا همین کار میکنیم. جلسه آینده در مورد وکابولری و چجوری خوندن وکابولری و چند تا تایپ های مختلف وکابولری باهاتون صحبت میکنیم. حالا یا هفته آینده اواخرش هفته آینده میشه، یا هفته بعدترش هم اوایل هفته رو با هم دیگه ست میکنیم در موردش، توی پیج اطلاع رسانی میشه. و بعدش هم گرامر و منابعی که خود آزمون رو بخواید بدید به عنوان محک بخواید بزنید، چه منابعی رو کار بکنید. حالا به طور کلی من گفتم آیلتس کمبریج، ولی خب اینقدر منابع وجود داره که بچه‌ها همه این 15 تا رو میزنن، بعد بازم کم میارن، میرن سراغ آیلتس ترینر، آیلتس پلاس 3، آیلتس پلاس 2، بعد میرن سراغ نمیدونم اکچوال تستا. من اینا رو به طور کلی مفصل جز به جز بحث میکنم که آقا این در اینجا ارجحیت داره، این در اینجا ارجحیت داره، اینو زیاد روی مثلا نمره اکچوالا حساب نکن، و به طور کلی در موردش صحبت میکنم. خب دوستان خسته نباشین، انشالله که شب خوبی داشته باشین. ویدیوهای لایو هم توی وبینار هم حتما توی پیج اساتید آنلاین گذاشته میشه، میتونید بعدش دو مرتبه بود ببینید و سوالی هم داشتید حتما بپرسید. خسته نباشین دوستان، شبتون بخیر، خدا نگهدار.